این زمانهایی بود برادرای عزیز که اکی زمان هر زمان به خودش یک قاعده و قانون داره که حتی در خانه یک قرآن نگه داشتن جنایت بود. جنایت میدونین جنایت بود که اگر قرآن از خانه میافتن جزات میدونن. بعد دیگرگون شد بود انا که این پیر دیگه نه زینو کرده میتونه، نه دزدی کرده میتونه، نه دویده و گریخته میتونه، نه دروغ گفته میتونه که با خاطر ریش سفید شرمنده میشود. جوان وقتی که همه قدرت داره و با بالای همه قدرت داشتنش پوش بر فرق نفس میمونه و از الله میترسه، مرتبه ای از 70 مراتب بالاتر است. خداوند در قرآن در سوره نازعات میگه که و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ببین الله ذوالجلال میگه و اما من خاف مقام رب، کسی که از پروردگار ترس پروردگار در دلش هست. مثلا میگه ریمکه را بگیره عرق که میگه خدا دیده سعی از ترس خدا نمیخوره، یا که مثلا در یه حالت تنها در یه حالتی هست که قدرت زینا داره از خدا میترسه، میگه خدای را حرام کرده است منع کرده است. دروغ گفته میتونه از ترس خدا نمیگه. هر یک گناه وقتی که قدرت داره بکنه لیکن خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. نفس چی است؟ از هوا گفته خواهش نفس میگن. نفس خواهش کردی سعید بکنه همین کاره، هیچ که نیست همین گناه بکن، همین یک بار کمی را بخو، یا مثلا همین گناه بکن، خدا بخشنده. همین قدر شیطان وسوسش میکنه. لیکن چی میگه؟ و نهى النفس عن الهوى. خداوند میگه در همون حالتی که قدرتی بر گناه داری و گناه نمیکنی، خدا وعده داد که فإن الجنة هي المأوى. جنت باشگاهی وای. خداوند همون جنت با ششگاهی کسی میکند که بر مقابل نفسش عمل میکنه. پس اولین چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما و شما جوانان تاکید میکنه، میگه که غنیمت بشمارین جوانیتون پیش از پیر شدنتون. خب خک ویا دیگه چورتای دیگه شای گوشه بگیم با شود روزی بعد میشه. انشالله خیر هم یک تشه بگیم انشالله خداوند توفیق ممتد که همه جوانی را غنیمت بشماریم و از جوانی طاعت عبادت کنیم، خدا را بشناسیم که دنیا گذرونه. هر چی قدر که پیش از ما و شما بودن از دنیا رفتن، هر چی قدر که ما و شما هستیم ما هم میریم، با میامدگی هم میرن. گفتی خیام نیشاپوری میگفت که اونها که کوهن بودن اونها که نوان، هر یک زیپهی هم یک و یک بیروان، این ملک جهان با کس نماند جاوی، رفتند و رویم و باز آیند روند. برای همین رفتنی که هستیم باید توشه برای آخرت تیار کنیم. یک شهر رفتن در برای همون توشه میگیری، حالا پول میگیری در برای که در جا گشنه نمونی، پول گسین سر میگیری که در بیرون نمونی، لباس میگیری، توشه میگیری که در راه هلاک نشه. اما این راه قیامت خیلی خیلی درازه، در اینجا توشه زیاد گرفتن در کار. خداوند توفیق هدایت منا زیاد کنه و بر قرآن حدیث عمل کردن منا نصیب کنه و خداوند بازی سرزمین تاجیکستان عزیزی ما و شما را پرفیض با برکات و به آفت بگرداند. این بیماری ها را خداوند از این سرزمین ما از سر تمام مسلمان های دنیا برداشته نیست نابود بگردانه و خداوند توفیق هدایت منا زیاد کنه. و صلی الله علی خیر خلق. الله سلامت باشه. گوش از پی شنیدن اخباری حکمت است. هرگر که حق نبیند و حق نشنود کسی، کور و کر است بلکه از آنم فروتر است. از خداوند بسیار توانا و خداوند کریم و رحیم خواهشی او را داریم که خداوند
این خیرها و این احسانهایی را که از خاندان این برادرای ما، از خاندان حاجی بابا شدن، خدای مهربان به درگاهش مقبول گردانه. اولادها و اجدادهای گذشته این خاندان رحمت و مغفرت کنه و اهل این جمعیت ما را خداوند خدوم همتون را حسنات نویسه. باز هم اخلاصامون، محبتامون، توفیقامون و سوی دین خدا باز زیاد گردانه. برادر عزیز و گرامی، من یک حدیث خیر خداوند خیر که حضرت دمنوران سوی چند دقیقه الحمدلله که از مصلحت و نصیحتاشون استفاده کردیم. خدا کنه که بیشتری وقتی ما و شما همین خیل باشد. یک حدیثی را من راویش ابو موسی اشعری است. حدیثی متفقون علی میگن، هم متفقون علی کشی هم جناب امام بخاری و هم جناب امام مسلم هر دو در کتابهاشون این حدیث آوردن. جناب ابو موسی اشعری فرمود که از پیامبر گرامی شنیدم ان النبی صلی الله علیه و سلم قال انما مثل الجلیس صالح و جلیس سو که حامل المسک و نافخ الکیر فحامل المسك إما أن يحزي إما أن تبتاع منه إما أن تجد منه طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك إما أن تجد منه ريحا ممتنة. برادران عزیز و گرامی، الحمدلله رب العالمین که خداوند یک دورهای را آورد، یک زمانهای را آورد که این حدیث ها را داملاهای ما، فرزندای ما میخوانند. اگر چنده که با زبانی که پیامبر نازنین ما بیان کردن، زبان عربی، ولی امروز مردم ما از این استفاده میکنند. خوبیش در همه که در جامعه من علم های داریم که با حدیث ها را کلمه به کلمه معنا میکنند. الحمدلله که خانه ها مونده یک برابر کتاب خانه هایی که با هر کدامی او با شرح این حدیث ها رو میدن. این زمان هایی بود برادر عزیز که اکی زمانه، هر زمان به خودش یک قاعده و قانون داره که حتی در خانه یک قرآن نگه داشتن جنایت بود. جنایت میدونین، جنایت بود که اگر قرآن از خانه میافتند جزات میدادن. همین دورای مثال شوروی خوبی ها هم داشت. یک دولت تینج بود، یک دولت آرام بود، یک دولت بگیم سیر پور بود. خب در روی دنیا بگیم که ولی نقشی را که امریکا داره که تمام دنیا حاضر بگیم اطاعتی از امریکا میکنن و پولی از همه زورترین پول امریکا. اون دوره حکومت سوویتی عیناً ایده نقشی بزرگ داشت، ایده نقشی بزرگ بود. ولی در قانونش برادران عزیز انا همین جای بود که در خانه ها نگه داشتن قرآن مخصوص حساب جنایت بود. نمیشید که قرآن آشکارا مقصد بگیری و به یگان ترس کشاده مانی و بخوانی. همون هم در خانه بود مردم مسلمان که از بس که چقدر محبت اخلاصشون زیاد بود همون را میگرفتن و پنهان میکردن. در خانه بودنش
همچون یک برکت هم خانه میدونستن. ولی امروز برادر عزیز بینید خدای مهربان چی روزهای خوبی را آورده. خانه ها ما پر قرآن، خانه ها ما پر کتاب. از هر کتابی که شب میخونی روز میخونی خوانده هم بگیر. شکر الله مهربان میکنیم که خدا با از این بد نکنه. خداوند دعا کن در کار که خوبی ها و نیکی ها را با در تمام عالم خوب خیر گردانه. امروز حقیقتا خیلی عالم تمام دنیا برادر عزیز در یک حالت ناگواره، بسیار حالت نارامه. در تمام دنیا مشکلات های بسیار است در تمام عالم. چی دولت های ابرقدرت هم، چی دولت های از اونها هم پایان، همه مبتلای مشکلات ها شدگی هم. ولی امروز در فیسبوک سخن همون کی را خواندم، اینه بیل گیتس کو رهبر اینه میکروسافت است، چیست همین رهبرش. این پیشترک هم گفته بود که در دنیا یک خطر آمده است ولی همین ویروس نوی آمده. بازی تمامی همین سیاستمدارا میگن که این یکی از بایهای نمره یک دنیا که هست، میگن در همین کار همین دست داره. یا از کجا میدونید مثلا حاضر با تهدید کسی که یک چند ده ساله ممکن 20 سال پس 30 سال پس گفته است از کرونا ویروس ده با حالت عالم بدتر میشه. خلاص چی نقشه ها های چی گپ ها های خیلی همه شک ما مردم مسلمان همه تکیه با الله داریم. ما میگیم انشاءالله گفتی همون شاعر میگم مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. بله اینها ممکن نقشه ها بکشن برای مردم در روی عالم کم کنن، ولی الله مهربان باز غمخوار بندگانش است.